جلتر و چی میگه آشغالتر و همونی که کامبیز دیرباز میگه تر از آقای کوشکی تو استقلال داریم. این علیرضا کوشکی چقدر میگیره تو استقلال که اینقدر گم بزنه؟ یعنی بعضیا میگن نمیدونم رامین نفوذیه اومده استقلال رو خراب بکنه. شما کوشکی رو نمیبینین؟ شما کوشکی رو میبینین و دارین در مورد بقیه بازیکن‌های استقلال صحبت میکنین؟ من واقعا برام سواله. یعنی کسایی که عجیب و غریب به کوشکی فشار نمیارن و من درک نمیکنم. آقا فردا تمرین باشگاه استقلال، فردا پس فردا تمرین استقلاله توی حالا هر جایی که برگزار میشه. تماشاگرها برن به کوشکی ابراز ارادت کنن. بدون کجا داره بازی میکنه این آدم اصلا چه جوری روش این آدم تو خیابون راه میره چرا کسی بهش چیزی نمیگه؟ این 30 میلیون داره میگیره رو اعصاب 30 میلیارد داره میگیره رو اعصاب 30 میلیون آدم بره؟ یعنی پول رو اعصاب بقیه رفتن رو داره میگیره؟ نوش جونش دیگه. ما هم که انقدر بیورزه مرزه نریم بهش حرف بزنیم. این تیکه آقا کسایی که دارین از ویدیوهای من استفاده میکنین توی تلگرام، توی واتساپ، توی اینستاگرام، هر جایی دارین استفاده، آقا این تیکه‌شو قشنگ جدا کنین، وایرال بکنین. من هیچ مشکلی ندارم اگر بقیه جرئت ندارن بیان جلوی بازیکن بنجلی که معلومه حاصل دلالی وایسا، من کامل وای میستم. این آدم دیگه داره روانیمون میکنه.